اعوذ بک من همزات الشیاطین. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در گفتن اذکار یا اسماء الله که بعدها در ویدیوهای بعدی براتون خواهم گذاشت، باید بگم که اینو بر اساس فرض بکن ذکر یا وهاب یا رزاق یا هاکذا از این اذکار الهی رو به شما میگم به تعداد ابجد اسمتون بگید، یا اسم خودتون و مادرتون بگید، یا بر اساس ابجد خود همون اسماء الله بگید. خب یه عده میپرسن آقا ابجد چیه؟ چطوری محاسبه بکنیم؟ چطوری به دست بیاریم؟ نگران نباشید، شما پیگیر اینها باشید. یعنی چی؟ یعنی فالو هم کنید، یعنی دنبال بکنید من همه اینها را به روش بسیار ساده و روان که در خور همه افکار باشه، پیرمرد، پیرزن، جوان بتونن هضمش بکنن، سنگین نخواهم بود. یه چیزی رو که من همیشه باید در همه ویدیو هم توضیح بدم اینه که هیچ طلسماتی رو ننویسید. گفتم 13 الی 14 شرط داره. باید عامل باشی، مجوز داشته باشی، از استادت اخذ کرده باشی، جواز طلاسم داشته باشی، تعویض داشته باشی. حالا که اینا رو نداری، باید ما بیایم از روش‌های استفاده بکنیم که نیاز به اینها نباشه، که اولیش اینه که مثلا میخواد یه طلسم طرف بنویسه، باید اسراف و عمار بکنه. خب اسراف و عمار باید بلد باشی، باید راه رو رفته باشید، یعنی این راه رو رفته باشید. شما علش نیستید، دست با قلم نبرید، خودتون و خانوادتون و زندگیتون رو به تباهی نبرید. و لذا من ذکرهایی رو که میگم از اسماء الله الهی شروع میکنم. مثلا یا رزاق رو میخواین بگیم که خداوند براتون روزی بده. آیا هست این چنین چیزی که کار نکرده باشه؟ نه. من گفتم لیس للانسان الا ما سعی، با سعی کوشش. بس چی؟ بس این اذکار چیه؟ اینها نورانیت به کارت میده، قوت به کارت میده. خدا وقتی میگه که روزی بر دو نوع، یه نوع باید بری دنبالش، ان الله یرزق من یشاء بغیر حسابه، یعنی روزی طوری میده که حساب کتابی توش نیست. با هر عقلی بخوای اون رو محاسبه کنی نمیشه. اون روزی است که خدا به غیر حساب میده، بدون حساب کتاب. اینا همون روزی های بی حساب کتابه. یا کار میکنی، تلاش میکنی، بایستی برکت توش باشه. با گفتن این اذکار و اسماء الله الهی هستش. من مثال ساده براتون بزنم اینه: اگر یک ماشینی اومد در یک باتلاقی گیر کرد، خب بیرون نمیاد با دنده معمولی، در دنده کمکی میذارن. این دنده کمکی یعنی همون گفتنی اذکار، ولی حساب شده. یا باید چله بگیری در یک روز، در ساعت مشخص، با لباس مشخص، با زیرانداز مشخص. همه اینا حساب کتاب داره. من همه اینا رو به شما قول میدم که با زبان ساده براتون بگم که خیر و برکت و دروازه رزق و روزی مادی و معنوی به زندگیتون باز بشه. چیزی که امروز میخواستم بگم اینه که فرض بکنید یکی از اسماء الله الهی رو من میگم آقا این رو به تعداد ابجد اسمتون یا ابجد اسم خودتون و مادرتون بگید، یا ابجد خود اون اسماء الله بگید. این رو من میخوام توضیح بدم. ابجدیه: ابجد حوز هدی کلمن سعفس قرشت زق. من الان این رو به شما هم نشون میدم که انشالله قشنگ شما بتونید این رو ببینید که چطوری هستش. این همانی هست که الان شما دارین میبینید که حروف ابجد کبیر هستش. خدمت شما هست شود که ابجد حوز هدی که اینها از 1 تا 10 چیکار میکنه؟ میاد. یعنی 1 2 3 4 تا یا میشه 10. کلمن سعفس قرشت،
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. بعد اون 100 به بعد رو هم همینجا هستش، یعنی صاد که 90 شد، قاف که 100 شد، بعد چی میشه؟ قر شط دیگه. اونجا 100 200 300 400 500 تا 1000 میرسه که قین 1000 هستش. شما اسم خودتون رو سوا میکنید. مثلا بنده فرخ ف ر خ، ف 80 ر 200 خ الان خیر اونجا نگاه کنه یادم رفت 600. درست؟ ما دارم صفیه، بعد صاد رو میبینیم چنده، ف چنده، یه 10 ه 5 جمع میزنیم این دوتا رو بدون بنت، یعنی فروق ابن صفیه ابن نمیذارید، یا مثلا یه زن اگر باشد بنت میذارید، بنت حساب نمیکنید، جمع میکنید اینها رو، هر چی که شد اون میشه ابجد اسم خودت و مادرت یا سوا اسم خودت میشه. اینه که اینها رو من در حسابرسی های طالع و خیلی از راها این احتیاج هست که من بعدها کم کم همه رو اینها براتون توضیح خواهم داد. فرض بکن شما الان میخوای رزاق رو بگید، درست؟ یا 3 تا مثلا از اسماء الالهی رو که من خیلی الان توصیه میکنم این رو بگید، یا هادیو یا وهاب یا رزاق. شما میتونید این 3 تا رو با همین طوری که من گفتم ابجدشون رو به دست بیارید، جمع بزنید، بر اساس ابجد همین اسماء الله بگید، یا نه این 3 تا رو جمع بزنید بر اساس اسم فقط خودتون یک چله بگیرید، روزی مثلا چند تا ابجدتون شد بگید، و یا نه مدام بگید، همیشه بگید بدون حساب کتاب. که من این رو توضیح نمی کنم، من میگم شما بر اساس ابجد اسم خودتون و مادرتون هر روز بگید، لااقل یه حساب کتابی دستتون باشه و دروازه خیر و برکت مادی و معنوی رو به زندگی خودتون ببینید. انشاءالله من و استادم و خانواده ام رو هم دعا بکنید در این رابطه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.